باخت ایران برابر قطر در نیمه پایانی جام ملت‌ها در رسانه‌ها و فضای مجازی بازتاب‌هایی داشت. ESPN آمریکا نوشته که نسل طلایی ایران بهترین فرصت رو برای قهرمانی جام ملت‌ها از دست داد. این سایت همچنین گفته که قطر تمام بازی‌هاش در جام جهانی رو باخت، اما در جام ملت‌ها به فینال رسید. عجب پیشرفتی. سایت اتلتیک انگلیس هم نوشته که قطر با برد ایران قدرتمند دومین حضور متوالیش در فینال جام ملت‌ها رو تجربه کرد. روزنامه الوطن قطر هم با تیتر اوه ای خدای من نوشته که عنابی‌ها مقابل تیم بزرگ ایران تاریخ سازی کردند. الجزیره هم با این تیتر به بازی ایران و قطر واکنش نشون داد. عجب آغازی، عجب پایانی و چه مسابقه‌ای شد بازی ایران و قطر. و سایت بین اسپورت هم نوشت که مدافع عنوان قهرمانی جام ملت‌ها با تغییر تاکتیک ایران قدرتمند و برد و برای دومین بار راهی فینال جام ملت‌ها شد. علی دیور، خبرگزاری صدا و سیما.